سلام رفیق، امیدوارم هر جا که هستی عالی باشی. رایه عباسی هستم و این دومین اپیزود از سری پادکست تریدان است. مبحثی که امروز میخوایم با هم صحبت کنیم اسمش تله فقط این یه باره. اینم الهام گرفته از کتاب معامله‌گر منظم از مارک داگلاسه. اگر آماده ای شروع کنیم. ببین، اگر ترید میکنی احتمالش خیلی بالاست که این جمله رو بارها به خودت گفتی. فقط همین یه بار بذار این کارو بکنم. مثلا فقط این یه بار بدون استاپ وارد معامله شم، فقط این یه بار حجممو بیشتر کنم، یا فقط همین یه بار با احساسات وارد ترید بشم. ولی خب بیا با هم دیگه رو راست باشیم. واقعا چند بار این یه بارا به سود رسونده تو رو؟ واقعیت اینه که این جمله یه تله ذهنیه. مغزت نمیخواد تو رو اذیتت کنه، میخواد راه آسون‌تر رو برات پیدا کنه، ولی بازار به مغزت هیچ رحمی نمیکنه. اینجا فقط کسی میبره که قانونمند باشه. وقتی میگی فقط این یه بار، داری به خودت مجوز میدی که از مسیر اصلاحی خارج شی رفیق. و چیزی که بار اول با اضطراب انجامش میدی، بار دهم برات تبدیل میشه به یه عادت خیلی بد و ترک عادت خیلی سخته. یادت نره بازار به خاطر قصد و نیت خوبت بهت جایزه نمیده. بازار فقط به خاطر انضباطی که داری بهت پاداش میده. حالا سوال پیش میاد چرا ذهن ما این بازی رو با ما میکنه؟ ببین، ذهن ما برای بقا طراحی شده، نه برای سود گرفتن از بازار. مغز دنبال یه راهیه که از درد اجتناب کنه و به لذت برسه. وقتی مثلا یه پوزیشن خلاف تحلیلت وارد میشی و استاپ گذاشتی ولی میترسی که این استاپ رو بزنه و بری توی ضرر، ذهنت خیلی سریع میگه ولش کن، فقط این یه بار بذار استاپ بردارم، شاید برگشت. ولی چون تو نمیخوای این درد ضرر رو حفظ کنی، حرف ذهنتو گوش میدی و اینجا یه نکته است که بازار هیچ وقت بر اساس خواسته ذهنتو حرکت نمیکنه. تنها چیزی که تو کنترلشو داری رفتارت، نه نتیجه. و مشکل اینجاست که چون یه بار این کارو میکنی و شاید هم جواب بگیری، مغزت یاد میگیره بی نظمی هم جواب میده و این یعنی کل نظم دهی ذهنت در معرض خطره. اینو هیچ وقت فراموش نکن. دیشب بهت یه تمرین دادم توی اپیزود اول، امیدوارم که انجامش داده باشی. و اما امشب میخوایم بریم دنباله یه تمرین ساده اما قوی. ببین، قبل از هر تریدت از خودت بپرس اگر قرار باشه این موقعیت 100 بار دیگه تکرار بشه، بازم همین تصمیمو میگیری؟ اگر جوابت نبود، یعنی داری از احساسات تصمیم میگیری، نه با یه سیستم منطقی. و در نهایت ببین، بازار جای آدمای عجول نیست. به کسی پاداش نمیده که دنبال اثبات خودشه، به کسی پاداش میده که منظم فکر میکنه. اگر دارم اینجا این حرف رو بهت میزنم به خاطر اینه که دیشبم گفتم من خودمم این مسیر رو دارم میرم. درسته که این مسیر یه مسیر خیلی سخته، ولی داریم با همدیگه یاد میگیریم که هر تصمیم باید از سیستم ذهنی سالم بیاد، نه از عجله و هیجان. دیشبم بهت گفتم اگر حس کردی که حرفام توی این قسمت ها یه جایی بهت میچسبه و خوشحالت میکنه، برام بنویس، خوشحال میشم نظرتو بدونم. و تا اپیزود بعدی تو رو به خدای بزرگ میسپارم و هر جا که هستی موفق و پرسود باشی. منظم بمون و از نظم داشتن نترس.